السلام عليكم ورجعنا عايزين سلامات اخوانا بس ماشي. تختاري خلان گفت که تو روسیه رفتی دو جمعی بری که سوی میشه گفتم که مردم هم جز زمین خدان کشده گور میکنن بودم شهری مارچ قبیستونی مسلمان بوده دم یک شهری کلان روسیه در چند ولایت یک قبیستون شهری مونده بوده چه ناز تختاری خلان گفت میری چیکار گفتم خاک مردم قبیستون جو گور میکنن قبیستون که نمیتونن گروه میکنن روی میکنن بعد در تاجیکستان مرتای خوب کنیم خواستن اطراف دو جزء سوی میشه مسلمان هستن سوی میشن مرا و جانو که شما در فرق نیست که در جایی که بمیریم ما در فرق نیست در جایی که خدا انجام میگه در اونجا میمیرم قدر آدمو یک انسانی که حق میگه قدر بدبینیش میکنن من زیخ نیستم من غمگین نیستم من خرسند هستم برای که خرسند هستم برای که ما رفتاری همون چیورا صحابی و پیغمبرا رو دارم که همین خیلی بد ببینن برام خیلی تیلا میکنن تلقوت میکنن در 24 رفتم پیش خش دارم گفتم دیپلم بگیرم پیش نمیام گفتن که تو در اینجا نمیتونی زندگی کرده برای چی برای که من در پیش شما زندگی نمیتونم شگردان یه قدیم گپ نزد من که دولتمو در کار نباشم در خداوند در کار هستم برای خداوند خدمت میکنم در این دنیا و پس خداوند بازگشتیم من به خاطر خداوند شما دارم خدر برآمد میکنم لیکن شما کسانی که به خاطر خداوند اومدین تو تماشا میکنین لایک میمونین خدا شما راضی باشد الله تعالی شما را سعادتمندی دنیا قیامت ابدی کسانی که لایک میمونین تماشا میکنین کسانی که بدپسس کردگی خداوند شما را در دنیا خوشبخت میگردونه بله کسانی که خیلی میکنه خداوند شما را هدایت کنه خداوند شما را هدایت کنه که دیگران را نرنجونید مرا رنجونید من علم ندارم شما که دیگران نرنجونید لیکن میدونید فرق شما چی است از همون مشرکا و همون چی میگن بود پرستا فقط که مسلمان نمیشون یک عمل تو مثل همونه بله به یک نوع مسلمان هستین لیکن این گونه که شما عملایی که میکنین کو در قرآن آمدگی که عذاب سخته برای شما و در حدیث پیغمبر محمد صلی الله علیه و آمدگی است که مفلس میخواد در قیامت که دستوره زلزله آمدگی کسی که ضرر نیکی کنه میبینه کسی ضرر بدی کنه میبینه در حدیث آمدگی که کسی را رنجاند و ستم کرده عیبجویی کرده کمجویی بدیجویی کرده مسخره کرده تهدید کرده ظلم کرد او در روز قیامت مفلس میخیزه بعد عملای نیکی شما را میگیرن اون کسی که خیترت میکنه کو در می بلاگرایی که حق هستند میتین و از این عملای بدی بلاگر رو میگن در شما میتین فهمیدین برای نکنیم خیتر ننیسیم گپ بد ننیسیم ننیسیم گپ بد کی بد پشیمانی سود نداره ما که میمیریم این دنیا مردن حق هست ما که خداوند خواهد جونی مرا میگیره این من همیشه روز خودم بیزی پیسکده استم خود میگم که میمیرم این دنیا میمیرم نه که سخن حق گفته میمیرم رحمتی مولا رو میگفت که ترا برای سخن حق گویی بد میبینن مرا خداوند نازبینه بنده ها رحمتی مادر ما میگفت که برای خداوند زندگی کنیم برای آدمانی رحمتی مادر میگفت که هیچ وقت را در گونج نوم تا نمی‌نویسن که قند بزن که خونه فسان کدگی قدر کرتای قیمت میپوشی کیلو ایسر رو میریزه در هیچ کجا نمیتونه نیسته نیمونه در گونج در کوچه نیسته نیمونه در گون کتاب اویخته که قند بزن تا کرتای قیمت پوشیدی رو مولی چی میگن تلواری و در ماشین فسان رفتی نه در هیچ جا نمی‌نویسن مادر رحمتی میگم که به خاطر خداوند زندگی کنی به خاطر آدم زندگی نکنی ما ای کودکی میگه به گوشم هست که پی مادر رحمتی بعد که در قرآن اومدم فهمیدم که به خاطر خداوند باید زندگی میکرده بستیم فهمیدین حالا لباسو که تنه میبینی کو هم نمیش همه چیزای ما تحفه اینه ایره یه خواهر عروس کافکاز آورده این رو ماما عروس پدر کرده اینه کرتما نمی کرتما دیدین تاجیکستان رفتم سال گذشتگی اکتبر یک شاگردم اوچش تحفه کرد فهمیدین من نمیخرم من برای که سوم ندارم بخرم کار نمیکنم در جو خداوند مرا میگه دارد قرآن کسی که از خدا میترسه رو خدا اینجوری میتیه که بنده خودش نمیفهمه فهمیدین با ما وقتی کار میکردم سوم داشتم کو اگه شده مثال بیارم ایناد نمیکنم من سومی کار کردگی من فقط آدما رو دستگیری میکردم دویمو دستگیری میکردم کسی میومد این پول میگیرد پیش من میگفت چند در کار بگی برای چند در کار نیستم من سوم باید اون کسی که در کار میتیه میره فهمیدین شما فکر میکنید که همین معلمه را ما معلمه فیروزه را قدر غم میتیم گپ میزنیم بس میکنید گپ زنیشن ما تو زندم گپ میزنم تو که جون داریم تا قرتق نکو گپ میزنم بعد که مردم توکلتم به الله تعالی بعد یک کسی خیلی بعد زنک که بیا شما را گپ زنم من زنی هستم که در رو آدم گپ میزنم در پشت آدم گپ نمیزنم
فهمیدین؟ در روتون گپ میزنم که از خدا بترسین. بس کنین عیب جویتونه، کم بودی جویتونه، مسخره کنین رو بس کنین. که میگه کو غضب خدا بی صدا نداره، اگر برسه بنده بزنه دوا نداره. فهمیدین؟ لیکن من خداوند من خیلی بخنده پیش روز میگیرم. فهمیدین؟ بگیرنی مردم حق است. بخنده پیش روز میگیرم. میدونی برای چی؟ برای که من در حیاتم یگون کس مسخره کردگی نیستم، یگون کس تهمت کردگی نیستم، یگون کس همین چیزی که خداوند من کردگی نیستم. میسو مهم این است که من درونم آروم از دنیا میروم. میدونی برای چی؟ کمش که من بندگی خداوند مسلمان بودم، قانون خداوند رو رعایت کردم، دیمش که دعای پدر و مادر گرفتم، سیمش که اطاعت شوهر کردم، چهارمش که مادر شدم، پنجمش که همه خشته‌ها دوست می‌دارم و من هیچ وقت دوست داشته نیستم، من دوست می‌دارمشون، دوست داشته دنیا میرم خشته‌ها رو. فهمیدین؟ ششمش که شما مسلمان‌ها رو دوست می‌دارم، به خاطر خدا شما خدمت می‌کنم. هم مسلمان هستیم، هم هموطن هستیم، هم زبان هستیم، هم دین هستیم، دوستان می‌دارم. باقی مونده غیر شما رو با دیگه مسلمان‌ها رو به خاطر خدا دوست می‌دارم، به خاطری که هم دین هستن دوستشون می‌دارم، خدمت شما می‌کنم. بعد او خداوند وا میخرم ان شاء الله. بعد که مردم قیامت با اوج مسلمان قدی در جنت یک جای میشم ان شاء الله. زنده سلام خانتان باشین.